یه قدرت وجود داره تو دنیا، اون هم خداوند یکتاست و سلام. مابقی تجلی اوست. هر موقع خواستی به یک کسی بگی استاد، بگو استاد که یکیه، پس این استاد نیست. استاد نداره، به هیچ کی نگید استاد. دستتون نبوده؟ میگه این که نمیتونیم زندگی قبلمون بکنیم، نه این وسطی کردن. تکلیفمون چی میشه؟ میگه سلسله موی دوست حلقه دام ولاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این که نمیتونی به زندگی قبلت بری که دیگه اصلا نمیتونی بری. من همیشه تو لبام میگم راست میگی، برو. این که درسته. این که شما آگاهی صحیح رو دنبال بکنی و بهش جهت ندی، مثلا ما الان اینجا یه لایو داریم، یه پیج داریم، پیج آموزشی داریم. این نه فرقه خاصیه، نه دین خاصیه، نه عرفانه، نه وصل به یه جایی، نه وصل به یه ارگانی، نه وصل به یه عده‌ای. هیچی نیست. نه مشکلی با دین اسلام داریم، نه مشکلی با دین مسیحیت داریم، نه مشکلی با اون ور داریم، با هیچی. چیه؟ خودشناسی. خودمون رو داریم میشناسیم. جهت نمیدیم به یه چیزی. متوجهی؟ مشکل کار اینه که شماها به یه چیزی میخواین جهت بدین، میخواین جهت دارش بکنین، میخواین ربطش بدین به یه چیزی. آقا یک قدرت در دنیا وجود داره، آن هم خداوند یکتاست، مابقی تجلی اوست. تمام. بچه‌ها بدن ما، شما اصلا این بدنه نیستی. هر بلایی سرت اومد سر تو نمیاد، سر بدنت میاد. این یک. دو، 100% مریضی ها، حالا میگم این کارما هستا، شما بدنت هم تو بهترین حالت قلیایی نگهداری، اگه بخواد مریض شه میشه. اصلا ربطی به این چیزا نداره. طرف 50 سال 60 سال داره سیگار میکشه، روزی 3 تا پاکت، سواله، فوتبال هم بازی میکنه. یکی هم اصلا همیشه تمیز زندگی میکنه، 1000 تا مریضی هم میگیره. همه میگن خدایا کارت چجوریه؟ طرف یه ذره فلان نمیکنه، فلان شده، اون هر روز داره فلان میکنه، فلان نشده. این چرا؟ چون اینا همش کارهای بدنه اتفاق میفته. اما این به این معنی نیست که شما ول کنی. خب 90% مریضی‌ها به خاطر اسیدی شدن بدنه. چه چیزایی بدن اسیدی میکنه؟ برنج زیاد، نون زیاد، آجیل زیاد. من خودم آجیل میخورم، دوست دارم، ولی جایگزین خیلی چیزای دیگه‌اش دارم میکنم دیگه. قهوه زیاد، کنسرو، لبنیات، چیزایی که از خاک در نمیاد، اینا بدن رو اسیدی میکنه. تو از همش مهمترم ذهنیه دیگه، استرس.